در شهر وحدت با فرمان مقامات محلی نویس و بالاپوش‌های مغازه‌ها را ویران کردند. مقامات گفتند این نویس‌ها بدون اجازت خود سرانه سوخته شده جوابگوی طلبات نیستند و گویا حسن شهر را می‌کاهانند. دستور ویران کردن نویس‌ها را به گفته صاحبکاران معاون رئیس شهر و دادستان وحدت دادند. وقت‌های آخر در تاجیکستان صدها انشاءات را به سبب غیر قانونی یا خودسرانه ساخته شدن و جوابگوی طلبات نبودن ویران کردند. همین طور صدها خانه‌های استقامتی نیز به دلیل گویا غیر قانونی جدا کرده شدن قطعه‌های زمینشان ویران کرده شدند. یک سبب حبس ژورنالیستان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی نیز رسانه‌ای کردن جریان تخریب خانه‌های مردم در یک محله پایتخت شد. آنها پیشنهاد کرده بودند که همه خانه‌هایی را که مقامات غیر قانونی برآورده قصد ویران کردنشان را دارند قانونی گردانیده و مردم را دیگر غم ندهند. به جای این به عقیده آنها مقامات میبایست منصبدارانی را که زمین‌های غیر قانونی جدا کردند جزا دهند، نه اینکه مردم بیچاره را از سرپناه محروم سازند.